صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. سبحانك لا فهم لنا. از آیات گذشته در درس گذشته بحث جدیدی را آغاز کردیم. این بحث درباره رد شرک فعلی بود. شرک فعلی یعنی چه؟ قبلا توضیح دادم که یه سری خوردنی هایی را، مأکولاتی را، رزق و روزی را که خدای عزوجل اونها را حلال قرار داده، بعضی انسانهای جاهل به خاطر خوشنودی خدایان باطل خودشون، به خاطر خوشنودی آلهه اونها را حرام قرار میدادند، یا برعکس چیزهایی که خدای تعالی حرام قرار داده اونها چون که نام غیر خدا بر اونها بود اونها را حلال می دانستند. حلال خدا را حرام دانستن به خاطر رضای غیر و حرام خدا را حلال دانستن برعکس. این میشه شرک فعلی. ما خواندیم که بسیاری از حیوانات، بالخصوص شتر که عرب مالدار شتر بیشتر داشتند، اینها را رها می کردن به نام خدایان خودشون که در سوره مائده ذکرشون آمده، بحیره و صائبه و وسیله و حام. این حیوانات را سوار نمی شدند، از شیرشون استفاده نمی کردند، از گوشتشون، از پشمشون، چون که اینها در واقع رها شده بودند و نامگذاری شده بودند برای خدایان.
خدای عزوجل فرمود چیزی را که من حلال قرار دادم چرا شما اینها را حرام قرار میدهید؟ و در آیات بعد میخوانیم اون چیزی که خدا حرام قرار داده، اونی که خدا حرام قرار داده اون را باید حرام بدانیم. اما اینجا خدای تعالی مثالی برای همین کفار و مشرکین بیان میفرماید که این مثال عجیبی هست، مثال جالبی هست. خدای تعالی این قشر را، این گروه را، این قشر نفهم را تشبیه میده به حیوان. حیوانی که پشت سرش چوپانی هست، شبانی هست، اون حیوان را صدا میزند. اون حیوان گوسفند غیر گوسفند صدا را میشنود، اما از صدا هیچی نمیفهمد، هیچی متوجه نمیشه. الله عزوجل درباره این بندگان مشرک صفت میفرماید که اینها صدای دعوتگران را میشنوند، دعوتگران را میشنوند، آیات الهی را میشنوند، اما هیچ چیز حالیشون نمیشه، هیچ چیز متوجه نمیشوند. این اولین مطلب هست که تشبیه داده شده همین افرادی که شرک میکنند و نمیفهمند دلائل قرآنی را، نمیفهمند دلائلی که انبیا مطرح میکنند. الله تشبیه داده به این حیوان. الله میفرماید و مثل الذین کفروا، مثال کسانی که کفر کردند، کمثل الذی ینعق، مثل اون انسانی هست که ینعق. نعق میگوید اون صدایی که پشت سر حیوانات داده میشه. هر منطقه یه صدای خاصی داره. چوپانهای گوسفند صداهای خاصی دارند، شتربانهای شتر یه صدای خاصی دارند. همون صدایی که بالا و پایین میکنند مخصوص صدا کردن حیوان هست، متنبه کردن حیوان هست. اون صدا را میگه نعق و این کسی که صدا میزند این را میگه نعیق. چوپان هست، هر کسی هست که اون کسی که صدا میزند بما لا يسمع الا دعاء و نداء، صدای میزند که نمیشنود مگر دعا و صدا، فقط همون صدایش را میشنود، ندایش را میشنود، دیگه حیوان چیزی حالیش نمیشه. لذا الله عزوجل میفرماید اینها که دلائل ما را نمیفهمند، اینهایی که توحید را متوجه نمیشوند، اینهایی که آیات الهی را متوجه نمیشوند، مثل اونها هستند که فقط صدا را میشنوند ولی متوجه نمیشوند، نمیفهمند. و مثال دیگری خدای تعالی بیان میفرماید صم بکم عمی فهم لا یعقلون. گویا سه تشبیه دیگر. صم یعنی اینها ناشنوا هستند، کر هستند. بکم یعنی اینها لال هستند. عمی یعنی اینها نابینا و کور هستند. لا یعقلون، عقل و درک ندارند. منظور چیه؟ ببینید آلات علم اینها هستند. یکی عقل که انسان به وسیله عقل چیزی را درک میکنه، یکی گوش انسان به وسیله گوش میشنود، یکی چشم به وسیله چشم میبیند، یکی زبان هست به وسیله زبان تکرارش میکنه، یادش میگیرد. خداوند میفرماید همه این آلات و حواس علم از اینها سلب شده، از اینها گرفته شده. وقتی که اینها گرفته شده اینا نمیفهم. این مثالی هست مال کسی که راه شرک را گرفته، چون ما قبل و ما بعد بحث شرک است. کفرو کفر آمده، منظور از کفر همون شرک. شرک بزرگترین نوع کفر است. لذا الله عزوجل برای اینها مثالی بیان می‌کند. چون قبل از این ما خواندیم در آیه قبلی که به همین افراد گفته میشد ای بندگان خدا اتبعوا ما انزل الله،
آیاتی که خدا نازل کرده، قرآنی که خدا نازل فرموده، شما از اون قرآن تبعیت کنید، از اون پیروی بکنید. اونها چی میگفتن؟ اونها آیات را، دلائل را نگاه نمی کردن، میگفتن بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما دنبال میکنیم، پیروی میکنیم، تقلید میکنیم از اون چی که پدرانمون را بر اون یافتیم، رسم و رسومی که پدران ما داشتن ما همونها را احیا میکنیم، اونها را به جا میآوریم. لذا الله میفرماید اینها نفهمند، اینهایی که آیات الهی را نمیفهمند، دلائل خدایی را نمیفهمند و دنبال رسم و رسوم و آبایی و اجدادی هست. پس از اینها عزیزان این نتیجه را میگیریم که ما همیشه نباید دنبال رسم و رسوم باشیم، دنبال رسومات محلی باشیم، دنبال نمیدونم یک سری عرفای منطقه‌ای باشیم، ببینیم مردم چی کار میکنن. ما باید در هر مسئله‌ای، بالخصوص در حلال و حرام، در مسائل که باید به اونها عامل باشیم، عمل بکنیم، باید ببینیم دستور خداوند چیه، فرمان رب چیه. کسانی که دنبال فرمان رب نیستند و دنبال رسومات هستند، این مثال ها را الله عزوجل در نفهمی اونها بیان می‌فرماید. و بعد از این خداوند عزوجل دوباره دعوت میده اهل ایمان را. اول این رکوع خواندیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، همه مردم را خدا دعوت داد، شامل مسلمین و مشرکین، که ای مشرکین شما هم مال پاکیزه بخورید. اون دعوت عمومی بود، اینجا دعوت خصوصی هست. خداوند عزوجل مؤمنین را دعوت میده که ای مؤمنان شما از رزق طیب، رزق پاکیزه که خداوند عزوجل برای شما عطا کرده، از اون بخورید و شاکر خدا باشید. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که رزق دادیم به شما. مال پاکیزه، چند نوع پاکیزگی داریم. اولا مال باید پاکیزه بشه از شائبه شرک، تو اون شرک نباشه. یکی از صورتهای مهم مال ناپاک را در آیه بعدی میخوانیم. چند صورت برای مال ناپاک هستند. لذا الله میفرماید پاکش را بخورید. و بعد دیگه پاکیزه باشد از آمیزش حق غیر، مخلوطی مال غیر، مال کسی دیگه با مال شما آمیخته نشه. متاسفانه مردم در این زمان رعایت نمی کنند، به رزق روزی توجه نمیشه. این مسئله خیلی مهم است. ما باید ببینیم که مال را از چه راهی به دست بیاریم. مالی که به فرزندان خودمون، به خور فرزندان خودمون بدیم، این مال باید پاک باشه. و این را بدونید که اگر مال ما پاک باشه، رزق ما پاک باشه، در زندگی ما برکت میاد، در زندگی ما توفیق میاد، اعمال انسان بیشتر میشه، توفیقات انسان بیشتر میشه، دعا قبول میشه، قلب روشن میشه، فرزندان صالح تربیت میشند. اما اگر مال ناپاک باشه، مال مخلوط باشه، مال توش حرام باشه، هر نوع حرمتی، چه این حرمتی که توش با آمیزش شرک هست، چه اون حرمتی که آمیزش مال غیر هست، مال یتیم هست، مالی که از طریق کلاهبرداری به دست میاد، مالی که از راه حرام به دست میاد، مالی که از راه معاملات نامشروع ناجائز به دست میاد، مالی که از طریق ربا به دست میاد. اینها که به دست بیاد، انسان همه چیزش را از دست میده، توفیق عبادت از انسان سلب میشه، قلب انسان سیاه میشه، فرزندان انسان خوب تربیت نمیشن، فرزندان نابابی پرورش میشوند، چون فرزندانی که با مال حرام تغذیه بشن مشخصه. شما یه درختی را تصور بکنید،
یه بوته ای را، یه گلی را که زمینش هم زمین خوب و پاکی باشد، آبش هم آب پاکی باشد، بالاخره این درخت چطور رشد میکنه، چه میوه خوبی میده، چه گل خوبی داره. اما اگر همین در یک زمین لجنی باشد، در یک زمین شورزاری باشد و آبش آب نجسی باشد، آب متعفنی باشد، آب خرابی باشد، مرده میشه، خراب میشه، از بین میره. لذا ما وقتی که میخوایم درخت زندگی و میوه زندگی خودمون را تربیت بکنیم که فرزندانمون باشد، اینها را باید با بهترین مال، با پاکترین مال، با پاکترین رزق و روزی که نه در اون شائبه مال غیر باشد، نه در اون شائبه شرک و آمیزش شرک باشد، باید به این صورت باشه. و عرض کردم توفیق از انسان سلب میشه. در حدیث شریف است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انسانی را ذکر میفرماید که طویل السفر هست، همش تو سفر است، تو رنج هست و یا رب یا رب میگوید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید این انسانی که خوردنیش حرام است، نوشیدنیش حرام است، لباسش حرام است و به وسیله حرام تغذیه شده، کجا دعایش مستجاب میشه؟ یعنی دعای این انسان هم قبول نمیشه، عبادتش هم قبول نمیشه، توفیق از او سلب میشه. اما وقتی که مال پاکیزه بخوریم توفیق بیشتر میشه. خداوند عزوجل در آیه دیگه خطاب به رسولان میفرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای رسول، ای پیامبران من، ای انبیاء من، مال پاکیزه بخورید و عمل صالح انجام بدید. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. لذا ما اگر مال پاکیزه بخوریم توفیق عمل صالح پیدا میشه. معلوم میشه که عمل صالح با رزق انسان خیلی ارتباط داره. عرض کردم رزق پاک قلب را پاک میکند، قلب را روشن میکند، توفیق انسان را بیشتر میکند. پس دستور پروردگار برای ما مسلمانان اینه که ما در رزق خودمون، رزق وقتی میخوایم بخوریم از نعمتهای خدا استفاده بکنیم، پاکیزهش را استفاده بکنیم. اونی که مخلوطه، اونی که ناپاکه، اونی که مشکوکه، اون را بذاریم کنار. این را که بخوریم واشکروا لله، شاکر خدا باشید، سپاسگزار نعمتهای خدا باشید. ان کنتم ایاه تعبدون. اگر واقعا فقط خدا را شما عبادت میکنید، فقط خدا را، اونی که غیر خدا را عبادت میکنه خب اون مالش هم برای غیر خداست، اون مالش را هم نذر میکنه برای غیر خدا، مالش حرام میشه. که عرض کردم صورت در آیه بعد میاد. لذا این دستور خداست، ما همیشه مال پاکیزه و مال طیب استفاده کنیم. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه که ما به شما رزق دادیم. واشکروا لله، شکر کنید برای الله، شاکر خدا باشید. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر شما فقط خدا را عبادت میکنید، اگر خدا را فقط عبادت میکنید پس در مال شما حرام نباشه. حالا مال حرام کدومه؟ اینجا خدای عزوجل 4 تا از صورتهای حرام را ذکر کرده. اینها را میگن تحریمات الله یا محرمات الهی، چیزهایی که خدا حرام قرار داده، اینها را نباید حلال بدانیم. اینها چی هستند؟ انما حرم علیکم المیت، جز این نیست که خدا حرام قرار داده بر شما میته را، مرده را، خود مرده، حیوانی که ذبح نشده، حیوانی که حلقش را نبریدیم، به اصطلاح ما حلالش نکردیم، خود به خود مرده و از بین رفته. و دم، و همچنین خون، اون خونی که دم مسفوح، خونی که جاری میشه،
به وقتی که حیوان را میکشن این خونی که میریزه این خون هم حرام است، خوردن این خون جایز نیست. و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر، تمام خنزیر نجس العین هست، بدنش اصلا نجس العین هست، اما چون معمولا گوشتش را میخورند گوشتش را ذکر کرد، منظوری نیست که غیر گوشتش حلال است. اینها حرام هستند. 3 تا شدن. و 4می و ما اهل به لغیر الله، آنچه که آن نامزد شده نامگذاری شده آن برای غیر الله، یعنی هر چیزی که نامگذاری شد برای غیر خدا اون حرام است. یعنی چی نامگذاری شد؟ یعنی برای خوشنودی غیر خدا ما نامگذاریش کردیم. مثلا گفتیم این شربت، این گوسفند، این شتر، این مال پیر صاحب است، برای رضای پیر صاحب میکشم یا برای رضای پیر صاحب این را تقسیم میکنم. امام، پیر، پیامبر، هر چی که باشه غیر الله، لغیر الله فرمودند. نگفته اون چیزی که نامگذاری کرده به نام بت‌ها، غیر الله هر کسی که غیر خدا باشه. ما برای خوشنودی خدا باید و رضای خدا باید هرچی که صدقه میدهیم، هرچی میکشیم، خونی میریزیم برای رضای خدا باشه. این مسئله را عزیزان دقت بکنم بفهمند. چرا؟ ببینید قبلا خدمت شما عرض کردم که عبادت چندین نوع هست. حداقل بزرگان ما عبادت را به 3 قسمت تقسیم کردن. یکی عبادت زبانی هم که ورد میکنی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، این عبادت زبانی فقط بر سر زبان ورد نام الله باشد، نام غیر خدا نباشد. این یک. عبادت بدنی یعنی عبادت هایی که با جسم و جان انجام میدیم، مثل رکوع کردن، مثل سجده کردن، مثل طواف کردن، اینها برای خدا باید باشه، برای غیر خدا نباید باشه. این 2 نوع عبادت. 3مین عبادت عبادت مالی. عبادت مالی اینه که شما یه صدقه میدید، صدقه شما هر چی باشه از کوچک تا بزرگ، مثل شتری میکشید، گاوی میکشید، گوسفندی، مرغی، یا 1 لیوان شربت یا 1 کاسه غذا خورش. بعضی ها شکلات تقسیم میکنن، بعضی ها نان و روغنی تقسیم میکنن. این را وقتی که شما صدقه میکنید، این را وقتی که شما میدهید برای رضای خدا باشد، برای خوشنودی خدا باشد. نذر برای الله. بعضی نذر قدیما اینجا میگفتن نذر سلطان، مثلا زیارتگاهی بود، برای سلطان نذر میکردند، برای ملک سیاکو نذر میکردند، برای فلان بارگاه نذر میکردند، فلان آستانه نذر میکردند. خب این نذر کردن یک نوع عبادت مالی است. خیرات کردن عبادت مالی است. این را وقتی که نامگذاری کردی، این آیه میگه این را وقتی که نامگذاری کردی، ما هر چیزی که باشد، چه نخود و کشمش باشد، چه عرض کنم که شربت و شیرینی باشد، چه گوسفند باشد، چه شتر باشد، هر چیزی که شما نامگذاریش کردید برای غیر خدا او حرام میشه. لذا خدای عزوجل میگه این حرام است، این را نخورید. ولو اینکه یک چیز خدمت شما عرض بکنم، معمولا مردم گوسفندها را و حیوانات را نامگذاری میکنند، ولو اینکه انسان اینها را چی بکند، اینها را نامگذاری برای خوشنودی غیر خدا میکنه، به وقت ذبح اسم غیر خدا را ببرد، هم اون حرام میشه. چون اصل عبادت و اصل نامگذاری برای غیر خدا شده. این مثل این میماند که بگیم که خب این میته، این حیوانی که خود مرده هست، این را به نام خدا بعد ذبح بکنیم، این حلال میشه؟ نه خیر. این خون حرام است، این خون را باید بعداً به نام خدا بخوریم، حلال میشه؟ نه خیر. خنزیر حرام است، خنزیر وقتی که حرام است ذبحش بکنیم بسم الله الله اکبر بگیم حلال میشه؟ نه خیر. این حیوانی که نامگذاری شده برای پیر و برای فقیر،
نامگذاری شده به نام امام و به نام پیامبر، یعنی برای خوشنودی پیامبر، برای خوشنودی پیر صاحب. حالا به وقت ذبح بسم الله الله اکبر بگی بازم حلال نمیشه، چون با اون نامگذاری کردن که خودش یک عبادتی هست، با اون نظر کردن که خودش یک عبادتی هست، همون وقت انسان حرامش کرد، حرام شد. مگر اینکه بعضی صورت ها گفتن توبه بکنند، نکشد این را و از اون حرفش برگردد الی آخری. اما وقتی که نامگذاری بشه، این تنها معنیش این نیست که بعضی میگن حیوانی را که به قبرستان انسان ببرد بکشد یا به محلی که اونجا، نخیر، این شرط نیست. اون در آیه دیگه آمده و ما ذبح علی النصب، اون حیوانی که ذبح میشه بر نمادهای غیر الله، اون نصب یک سری علائمی که اونجا غیر خدا را عبادت میکردن، مردم میرفتن جمع میشدن اونجا ببرن ذبحش بکنن، اون هم حرامه. اما این و ما اهل به لغیر الله، اینی که نامگذاری شده برای غیر خدا، هر چی باشد، بیشتر حیوانات اما غیر حیوانات اگر باشد، اینا حرام میشه. اینها هیچ وقت حلال نمیشه. به همین خاطر فقهای ما نوشتن، خوب توجه بکنیم، بعضی چیزها را ما نمیدونیم، متوجه نیستیم. بعضی حیوانات را انسانها میکشند، هدفشون گوشت نیست، هدفشون خوشنودی غیر هست. مثلا یه شخصیتی میاد، یک مقامی میاد، یه رئیس جمهوری میاد، یه وزیری میاد، شهر ما میاد، روستای ما میاد، آقا استاندار میاد، یه عالمی میاد. خب ما گوشت داریم برای اون غذا درست کنیم، یا اصلا خونه ما نمیاد، ولی میبریم جلوی پایش. یا قدیم ها برای حاجی ها میکشتن، جلوی پایش این خون را بالاخره میریزیم. این هم حیوان در واقع خونش ریخته شد. این ریختن خون عرض کردم یه عبادتی است. این خونش ریخته شد به خاطر این شخصیت، به خاطر این مهمان، به خاطر اینکه حاجی صاحب از ما راضی بشه. این هم فقها نوشتن در حکم همینه. این هم در واقع برای غیر خدا و خوشنودی غیر خدا و راضی کردن غیر خدا کشته شده. این فرق میکنه با اونچه که شما برای مهمانتون میکشید، اونجا بسم الله الله اکبر میگید، برای خدا میکشید، گوشت را برای مهمان درست میکنید. اما اینجا بحث گوشت نیست، هدف گوشت نیست، هدف اینه که اون شخص بالاخره راضی بشه، بگه به من احترام گذاشتن، منو تعظیم کردن. شاید اون شخص اصلا برای غذاخوری خونه تون نیاد، شما فقط حیوان را بردید حرام کردید. لذا این چیزها را باید ما خیلی دقت کنیم. هر آن چیزی که اون نامگذاری بشه، اهله، تمامی کسانی که اهل لغت هستن میدونن اهلال به معنی نامزد کردن، نامگذاری کردن. ما هم عام هست، فقط بال گوسفند نیست. هر اون چیزی که برای غیر خدا نامگذاری بشه، خداوند این را در چه ردیفی قرار داده؟ در ردیف لحم الخنزیر، گوشت خنزیر قرار داده، در ردیف میته قرار داده، در ردیف خون نجس قرار داده. لذا اینها به هیچ صورت حلال نیستند. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یک صورتی را خدا استثناء می کند، صورت مضطر. مضطر یعنی کسی که مجبورش میشه، مجبورش میکنند یا مجبور میشه که از این گوشت بخورد. غیر باغین، هدف این زیاده روی نیست، ولا عادن، و هدف این تعدی و از حد گذشتن و تجاوز کردن از حد نیست. فلا اسم علیه، بر او گناهی نیست. خب این حالت اضطرار را خدمت شما عرض کنم. یک اضطرار این است که چیزی دیگه نیست بخوری، از گرسنگی امکان داره تلف بشن اون انسان ها. فقط گوسفندهایی هستند که مردند، گوسفندهایی که آفت زده مردند، خب اینا حرام هستند، هیچ چی دیگه نیست. اگر نخورند این گوسفندها را،
اگر نخورند این لحم خنزیر را تلف میشن، از بین میرند. این مجبور، مضطره، این اجازه داره بخوره به اندازه سد رمق، به اندازه دفع گرسنگی غیر باغ اینه. ولا عاد از اون حدش بیشتر نخوره، برای اشتها نخورد، در حد سیری نخورد، در حدی که قوت لا یموتی باشه، زنده بمانه بخوره. یا اینکه کسی او را مجبور میکنه باید از این بخوری، تفنگ را به سرش نگه داشته اگر نخوردی میکشمت، و اینم مضطره، اینم مجبوره. چنین حالت اضطراری باشد درست. اما یه بحث دیگه هست، تداوی بالحرام. تداوی بالحرام تو کتاب‌های فقهی آمده که گاهی انسان به وسیله چیز حرام میخواد تداوی بکند. بالاخره یه حیوانی هست حرام گوشته، ولی گفتد همین حیوان بخوری خوب میشی. یا بعضی ها پیشنهاد میکنن برای بعضی مریضه های نفس تنگی و غیره، خون گرم بخور خوب میشی. حالا آیا این جایز هست؟ اگر حالت اضطرار باشه، حالت اضطرار همین که عرض کردم دیگه دوایی نیست، دیگه علاجی نیست. اگر انسان این حرام را نخورد تلف میشه، ضایع میشه، خب مجبور بخوره. در این حالت گنجایشش هست. اما وقتی که چنین حالتی نیست، یک کسی پیشنهاد داده، معلوم نیست که حرفش درسته یا نه، انسان بخواد بگه امتحان میکنم، درست نیست به این صورت که انسان حرام را بیاد بخوره و امتحان بکنه. به صورت امتحان درست نیست. در صورتی که قطعاً علاجش در همین است، چند تا طبیب ماهر و چند نفر میگه شما راه دیگری نداری بغیر از اونجا راهش فرق میکنه. علی ای حال الله میفرمه هر کسی که مجبور بشه غیر باغم، بغیر از این که از حد بگذرد، ولا عادنا، بغیر از این که متجاوز باشد، فلا اسم علیه، برو گناهی نیست. ان الله غفور رحیم. اینجا مال حرام خورده ولی مجبور شده، همان خداوند در حق این انسان بخشاینده و مهربان است. ان الذين يكتمون ما انزل الله. این آیه در رابطه با چی هست؟ درباره علماء سو هست که حقیقت را از مردم کتمان می کنند. حقیقت را از مردم کتمان می کنند، مخفی می کنند، واقعیت را نمی گویند. گرچه این آیه درباره علماء یهود است، علماء یهود واقعیت را نمی گفتند، اما محمل آیه عام هست، مصداق آیه عام هست. هر عالمی که مخفی کاری میکنه به خاطر شکمش، به خاطر اینکه بالاخره از سفره مردم به نوایی برسد، به خاطر اینکه چیزی بهش برسد، میدوند این حرام است، میدوند این خرافات است، میدوند این ناجایز است، اما نمیگه به مردم، چون اگر بگه به ظاهر در رزق خودش بسته میشه. الله عزوجل درباره این نوع علمایی که حق را کتمان میکنند، حق پوشی میکنند، به خاطر منافع مالی خودشون، به خاطر شکم خودشون، الله عزوجل کلماتی ذکر میفرماید درباره اینها. بدترین چیز اینه که ما حق و واقعیت را بدونیم، اما اگر به مردم بگیم آقا این بدعت، سفره های مردم جمع میشه، آقا این درست نیست، رسومات را مردم جمع میکنن، دوباره خود ما محروم میشیم. به خاطر منافع خودمون به مردم نگیم، این بدترین چیزه. لذا ببینید خداوند عزوجل با چه کلماتی این نوع علمایی را که مخفی کاری میکنند، واقعیت را نمیگن به مردم، راه شرک را برای مردم معرفی نمی کنند، اینها را با چه کلماتی الله مورد نکوهش و مذمت قرار داده. الله می فرماید ان الذين يكتمون ما انزل الله، همانا آنهایی که کتمان می کنند، مخفی کاری می کنند آنچه که خدا نازل فرموده، من الکتاب،
از کتاب، آیات کتاب نازل شده، قرآن حق را بیان کرده، شرک را بیان کرده، حرام را بیان کرده، ما اهل لغیر الله را بیان کرده، اما این به مردم نمیگه. چرا نمیگه؟ و یشترون به ثمنا قلیلا، میگیرن به وسیله این پول اندکی، یعنی در مقابل مخفی کاری پول بهشون میرسه، خیراتی بهشون میرسه، گوسفندی بهشون میرسه. واقعیت را اگر بده کسی نمیگه، اگر بگه کسی نمیده این را، ولی واقعیت را نمیگه تا به خودش چی برسه. این در واقع چیه؟ ولو اینکه پول زیادی بگیره، اما در مقابل نعمتهای خدا ثمن قلیل است، پول اندک است. این معنیش نیست که اگر پول زیادی بگیره فرق میکنه، نه، در مقابل هر مخفی کاری میلیارد بگیره، بازم در مقابل بهشت الله بسیار اندک و بی ارزش است. لذا اینهایی که واقعیت را به مردم نمیگویند، مخفی کاری میکنند و میخواند شکم خودشون را سیر بکنند، خودشون به نوایی برسند، خودشون از این سفره های حرام استفاده بکنند، الله میفرماید اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، این قشر، این گروه نمیخورند در شکمهایشون مگر آتش را. این پول در واقع بالا نمیکشه، آتش بالا میکشه. این غذا نمیخورد، این آتش میخورد. تو این دنیا معلوم نمیشه، تو اون دنیا مشخصه که شکمش پر آتشه. این حرام تبدیل به آتش میشه. چندین جا خدای عزوجل حرام را تشبیه داده به آتش. در سوره نساء خداوند میفرماید کسانی که مال یتیم میخورند، ان الذين یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، آنهایی که ظلما مال یتیم میخورند، اینها در شکمهای خودشون مال قرار نمیدهند، مال نمیخورند، آتش میخورند. و سیصلون سعیرا، و ان قریب وارد جهنم میشوند. لذا هر حرام در واقع آتشی هست. ربا حرام است، آتشی هست. مال یتیم حرام است، آتشی هست. نظر لغیر الله که اینجا بحثش آمده حرام است، هر کسی میخورد آتشی میخورد. ملایی که مخفی کاری میکند آتشی در واقع میخورد. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. خب نتیجه چی میشه؟ اینا شکمهای خودشون پر از آتشه. ولا یکلمهم الله یوم القیامه. سه چیز را خدا بعد از این بیان فرمید. خداوند روز قیامت با اینها کلام نمی فرماید، با اینها سخن نمی گوید. یعنی خدا از اینها ناراضی است، خدا از اینها خوشنود نیست. کلام نمی فرماید، مفسرین نوشتن کلام رفق و لین، یعنی سخنی مهربانی، سخنی که اون سخن نشأت از رحمت خدا باشد، با اینها سخن نمی فرماید. خداوند بر اینها را مورد غضب خودش قرار داده که شما میدونستی، شما چرا مخفی کاری میکردید. الله نجات بده. بدترین گناه برای یک عالم اینه که واقعیت را به مردم نگه، حقیقت را به مردم نگه، بالخصوص منافع خودش را یا تعصبات خشک خودش را بخواد اعمال بکنه. اگر واقعیت را بگه خودش زیر سوال میره. لذا الله عزوجل با این نوع انسان، ولو اینکه دانا بوده، عرض کنم نسبت به علم کتاب خدا علم داشته، بازم خداوند با او کلام لطف و کلام مهربانی ندارد. ولا یکلمهم الله یوم القیامه. با اینها خدا سخن نمی فرماید، سخن مهربانی در روز قیامت. دوم ولا یزکیهم. خدا اینها را تزکیه و پاک نمی کند از گناهان. اینا آلوده و آغشته گناه هستند. ولهم عذاب علیم. سوم برای اینها عذاب دردناکی هست، چنان عذابی که دردشون بیاد، دلشون به درد بیاد. الله نجات بده. این درباره کسانی هست که مخفی کاری می کنند، واقعیت را به مردم نمی گویند. در ادامه
خدای عزوجل جرم اینها را، جنایت اینها را، کتمانکاری اینها و مخفیکاری اینها را بیشتر توضیح میده. الله میفرماید اینها کسانی هستند که گمراهی را اختیار کردند در مقابل هدایت. هدایت توحیده، هدایت ایمانه. اینها به جای ایمان، به جای توحید، شرک را، کفر را، خرافات را اختیار کردند و در مقابل مغفرت خدا چی را اختیار کردند؟ عذاب خدا را اختیار کردند. میدونه که این راهی که میبره راه جهنم است، راه عذاب است، اما اون شیرینی و لذت دنیا نمیذاره که راه حق را، حق تلخ است، راه سخت را که به ظاهر راه حق سخت است نمیگذارد که راه حق را اختیار بکنند. لذا الله عزوجل چه کلماتی که این کلمات واقعا کلمات تکان دهنده هستند نسبت به این افراد به کار میبره. الله میفرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. این افراد، این گروه کسانی هستند که خریداری کردن گمراهی را در مقابل هدایت. بجای اینکه هدایت را بخرند گمراهی را خریداری کردن. والعذاب بالمغفره، و عذاب را در مقابل مغفرت، بجای اینکه مغفرت خدا را بخواند عذاب را خواستن برای خودشان. و خداوند نسبت به اینها یک کلمه تعجبانه ذکر می فرماید. این را در اصطلاح عربی میگن صیغه تعجب. چیه؟ فما اصبرهم علی النار، یعنی چقدر صبر اینها زیاده بر آتش، چه صبری دارند. یعنی نه واقع میخوان بر آتش صبر کنند، تحمل کنند آتش جهنم را، چه صبر زیادی دارند. تعجب یعنی تعجب از اینی که اینها میدونند که این راهشون راه عذابه، این راهشون راه جهنمه. با وجود این مگه صبر داره اینها که راه عذاب را انتخاب میکنند؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. همه برمیگرده به همین کتاب، به همین قرآن. الله عزوجل میفهمه این عذاب برای چی هست، چرا این علماء سوء عذاب داده میشوند، چرا این پیشوایان دینی سوء مورد قهر خدا قرار میگیرند، مورد عذاب خدا قرار میگیرند؟ چون که این کتاب که کتاب حق است و برای اظهار حق نازل شده تا که حقیقت و واقعیت را از روی این کتاب بیان بکنند. اینها این کتاب را ترک کردند، حق را از جاهای دیگه. بسیار متاسفیم که بسیاری از مردم که دنبال حق و حقانیت هستند، حقیقت هستند، بسیاری که خودشون را عالم میدونند و اهل علم و دانشمند میدونند، حقیقت را میخواند از تو کتابهای دیگه پیدا بکنند. بسیاری از اونها حق و حقیقت برای اونها در واقع مصدر حق، منبع حق، تاریخ قرار گرفته، در حالی که برای ما مسلمانان، کسانی که اعتقاد به قرآن داریم، ایمان به خدا داریم، ایمان به کتاب خدا داریم، تنها منبع، تنها مصدر کتاب و سنت است. کتاب و سنتی که هر جا خدای عزوجل دستور داده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و من یطع الله و رسوله. نگفته اطاعت کنید از نوشته فلان مورخ. فلان مورخ یک انسان مثل من شماست. من و شما بالاخره معصوم نیستیم، همونطور که خودمون اشتباه میکنیم قلم ما هم اشتباه میکنه، نوشته ما هم گاهی اشتباه میکنه، گاهی درباره انسانها افراط و تفریط میکنیم. این را بیشتر میگم که در رابطه با اصحاب کرام، یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسیاری از افراد تاریخ را منبع معتبر میدانند، در حالی که علماء ما همه نوشتن تاریخ برای ما هیچ منبع معتبری که ما اعتقادات و باورهای دینیمون را بر اساس اون تنظیم بکنیم نیست.
منبع ما، مصدر ما تنها و تنها کتاب خداست و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتاب خدا که محفوظه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، مثل کتابهای دیگر دستخوش تحریف و تغییر نشد. و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله معصومه و کلام رسول الله هم معصومه و در ارشادات و هدایات و راهنمایی های رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگز اشتباهی رخ نمیده. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چی میفرماید بر اساس وحی میفرماید. لذا این دو مصدر، این دو منبع اصلی ما مسلمانان هستند. حق را بغیر از اینها در جای دیگه نمیتونیم پیدا بکنیم. لذا ما بیاییم درباره شخصیت هایی که در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند، یاران با وفای آن حضرت، بیاییم از تاریخ قضاوت بکنیم، تاریخ را قاضی قرار بدیم. چرا؟ خدا را که عالم الغیب هست، خدا را که از ظاهر و باطن خبر داره، از ما کان و ما یکون، گذشته و آینده اطلاع داره، چرا کلام خدا را حاکم قرار ندیم؟ ببینیم خدا چی میگه درباره اون شخصیت ها، قرآن چه فرموده درباره اونها، سنت رسول الله چه فرموده. لذا الله عزوجل این علماء سو را که میفرماید اینها دوچار این عذاب میشه، دوچار این بدبختی ها میشوند، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق، این بسبب این است که خداوند عزوجل کتاب را نازل فرموده بالحق. بالحق را بعضی از مفسرین تفسیر کردن بالصدق، یعنی به راستی خدا کتاب نازل کرده، این حقیقتا کتاب خداست. و بعضی میگن بالحق یعنی لاظهار الحق، خدا این کتاب را نازل فرموده تا حق واضح بشه، حق روشن بشه. ما چرا حق و حقیقت را از کتاب غیر خدا بیاییم بگیریم؟ و این افرادی که اختلاف دارند و راه خرافات را، راه شرک را، راه نظر لغیر الله را، راه ما اهل به لغیر الله را به مردم نشون میدهند، اینها را از جای دیگه گرفتند، از کتاب خدا نگرفتند. به این خاطر اینها مجرمند. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق، همانا خداوند این کتاب را، قرآن را برای اظهار حق نازل فرمود. و ان الذين اختلفوا في الكتاب، همانا آنهایی که در کتاب خدا اختلاف میکنند و با کتاب خدا مخالفت میکنند و نظراتشون، دیدگاهایشون، عقایدشون بر علیه کتاب خداست، لفی شقاق بعید، اینها در مخالفتی هستند بدور از حق. شقاق یعنی مخالفت، یعنی عناد، یعنی با این کتاب خدا اینها عناد دارند، با کتاب خدا اینها مشکل دارند و از حق بدور هستند، از حق فاصله گرفتند. هر کسی که واقعا دنبال حق باشه، تنها منبع و مصدر حق که همه چیز را، واقعیت ها را بیان کرده و بعد این منبع را تفسیر و تشریح کرده، سنت رسول الله، لذا کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. إله العالمين، يا رب ما رب طريق حق و بر صراط مستقیم و بر راه قرآن و سنت گامزن بفرما و هدایت بده. پروردگار ما را از خرافات، از شرک، از کفر، از بدعت، از راه کج و انحراف ما را حفاظت بفرما، مردم ما را حفاظت بفرما، جوانان ما را، اقشار ما را حفاظت بفرما. پروردگار اله العالمین ما را توفیق بده که پیام تو را که در این کتاب مقدس برای هدایت ما، برای نجات ابدی ما،
فرستادی اون پیام را درک بکنیم، اون را دریافت بکنیم. به مردم ما توفیق بده که وقت بگذارند برای اینکه پیام تو را و حق و حقیقت و واقعیت را بفهمند و راه درست را بگیرند، وقت بگذارند و برای اینکه این کلام را و پیام این کلام را دریافت بکنند. پروردگار توفیق عنایت بفرما. اله العالمین یا رب مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی ما را، دنیوی ما را، معیشتی ما را، خانوادگی، همه نوع مشکلات را حل بفرما. اله العالمین کسانی که تقاضای دعا کردن برای تمام مقاصد، برای تمام اهداف، برای تمام ما یحتاجشون، مشکلاتشون، برای زندانی ها، برای مریض ها، برای اولاد، برای هر نیازی که تقاضای دعا کردن مشکلاتشون را برطرف بفرما و اله العالمین دعاها را اجابت بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.